برفی توی شهر فومن داشته باشم. به قبلش یه ولاگ رانندگی برفی توی رشت و یه دونم توی سومسرا ضبط کردیم. سومسرا میخواستم تو شهرش هم قدم بزنم تو هوای برفی، ولی خب اولا که تو برف زیاد نشسته بود تو شهرش، این برفی که میبینیم داره میاد و نشسته، یه پنجم اینم تو شهرش نبود، ولی جادهش برف میبارید کم. همین که مغازه همه تعطیل بودن، امروز تعطیله، قدم زدن فایده ای نداشت. یه چیزی همون رانندگی بسنده کردیم. من میخوام برم تو فومن تو هوای برفی. اگه مغازه باز باشه یه قدم زدن هم بهش اضافه میکنیم، اگه نه که همین رانندگی داخل خیابوناشو براتون انجام میدیم، با هم دیگه خیابوناشو یاد میگیریم، چون من فومن زیاد وارد نیستم. از اون تابلوها میخونیم، یاد میگیریم. امروز 21 بهمن ماه، ساعتم 5 دقیقه به 10. این جاده قسمتی که میبینی که زیباترین جاده های بین شهری شمال ایران هستن. الان برگ نداره، شما پاییز و بهارش و ولاگش رو گذاشتم تو کانال، تو پلیلیست شهر فومن ما هست، فقط ببینید. واقعا اینجا قشنگه، این آدم کیف میکنه. این جاده شبیه تونل درختیه، مثل جنگل گیسوم یا جاده صفرابسته آستانه اشرفیه. یه حس قشنگ و خوبی به آدم میده، حتما نگاش کنید. الان که میبینیم برفیه. شهر فومن فکر کنم حدود 15-20 کیلومتر با رشت فاصله داره. یه همه فومن رو با کلوچه فومن میشناسن، ماسوله و قلرودخان. آیت الله بهجت هم فومنی بودن. این شهر یکی از شهرهای مذهبی استان گیلانه، یعنی شما داخل شهر قدم بزنی، از پوشش خانوما، از رفتار آقایون، مغازه، ترکیب، اینا متوجه میشین که واقعا این شهر مذهبیه، مذهبی و معتقد. آدمای خوبی هستن، ما که از روشون بدی نمیدیم. کلوچه هاشون هم خیلی خوشمزه است. حتی باید بلد باشی کجا بگیریم. دوستان یکی دو تا معرفی کردن، بد نبوده. انتخاب به تجربه است. کلوچه رو باید داغ با چای بخورید، جای شما خالی. انتهای این ولاگ براتون یه کلوچه هم میخورم، جاتون رو خالی میکنم. رشت از اینجا یکم کمتر برف زده بود، ولی داشت میبارید. جاده ماسوله رو بستن از دیروز، فکر کنم صبح. دیروز صبح جاده ماسوله بسته است به خاطر برف زیاد. معمولا این برا که سرد میشه، بارو میباره، ماسوله برفه. اینجا که برف میزنه، ماسوله قاعدتا باید بیشتر برف زده باشه. بعد این خصوصا رشتی ها میرن اونجا برفازی و اینا، متاسفانه تصادف زیاد میشه، چون جاده سوریه، شیبداره، کوهستانیه، رعایت نمیکنن، تصادف میشه. واسه همین ماسوله رو بستن که بتونن کنترل کنن. واقعا خطرناکه. یه ولاگ برفی ماسوله هم براتون میگیرم، فرصت بشه. واقعا شرایط زندگی و برنامه کاری اونجوری فرصت نشده. ولاگ ازش گذاشتم، ولی خب همش توی آفتابی و اونا. یه ولاگ برفی و بارونی طلبتون. از قلرودخان تو بارون گذاشتم، انشالله بهار بشه یه دونه بهاریش هم براتون میگیرم. هوای صاف. تو اون ولاگ هم بهاری بود، ولی تو هوای صاف هم براتون یه ولاگ میگیرم. بازار هفتگی تو فومن سه‌شنبه است. بازارش واقعا قشنگه. یه دو تا ولاگ از بازارشون هم گذاشتم.
جز ولاگای پربازدید کانال ماست. مشخص بازار طرفدار زیاد. خب من همسایگی ماسال، رشت، شفت و سومسرای. همسطی که میبینین هنوز افتتاح نشده. این به سمت راست به سمت سومسرا و آستارا و ماسال میره، سمت چپ میره به سنگر و سراوان و جاده تهران. ولاگ جاده سراوان به سنگر و سراوان سنگر سیاه کله گذاشته هم ادامه همین بزرگراه آزادراه، من نمیتونم تشخیصش رو نمیدونم. مستقیم هم که میره به داخل شهر. داخل شهر فومن تقریبا از همین برا شروع میشه. میدون بعدی معدن کلوچو سوغاتی. سمت چپ زده قلعه رودخان هم میتونی بری. من تا الان دقت نکرده بودم. گفتم من فومنو زیاد بلد نیستم. مرکز شهر تقریبا دور زدیم یا سمت ماسول اینا خواستیم بریم. ما یه محله داره به اینجا بمون کنم شنبه بازار اسمشه. همچین چیزی. بازار نیست. یه امامزاده یه سبز قبا و همچین چیزی. یه بازارچه سفال و اینا داره. یه بار همجوری رفتم، مثلا ولاگ نرفته بودم. من حتما یه روز پنجشنبه جمعه باید برم، چون پنجشنبه جمعه خیلی اینجا شلوغه، اینجا جالبیه. یادش میکنم از همین جا بود. اینجا مثل سومسرا زیاد برف نداره داخلش. شاید درخت‌ها جلوشو گرفتن، یکم جلوتر بریم. این درختاش واقعا قشنگ. کلا شهر قشنگیه. در حد لاهیجان نه، ولی به نظرم جز قشنگترین داخل شهرهای استان. انزلی هم قشنگه واقعا. خیلی هم دوست دارم. نیاز نیست چند باره بگم و تکرار میکنم. خود داخل شهر میاین احتیاط کنید. یه خود دوستان عزیز حق تقدم ها رعایت نمیکنن، راهنما نمیزنن. شما احتیاط کنید، یواشتر برین، حواستون جمع باشه. اینجا کلوچه ها شروع میشه. این سمت راست جاده به سومسرا میخوره. سمت راست هم به سومسرا راه داره. مستقیم هم که میره داخل شهر. این کلوچه چیز شروع میشه. سمت چپ ما پارک سومسرا است. سومسرا به شهر مجسمه ها معروفه. اینجا پارک مجسمه ها بهتر بگیم. پر از مجسمه و مجسمه های قشنگی. ولاگ قدم زدن داخل شهر فومن، داخل این پارک قدمی زدیم. الان میگم شاید مغازه تعطیل باشه، زیاد نکنیم، این تیکر رو دیگه نمایش نمیدیم. اگه دوست داشتین اون ولاگ رو حتما ببینید. همه این ولاگا تو پلی لیست شهر فومن ما هستش. این خیابون اسمشو نمیدونم ولی باید امام خمینی باشه، چون معمولا خیابونای اصلی رو همین اسم میذارن. میدون تا اون میدون یه خورده خیابون جالبیه. الان شلوغ نیست. تا جالبیشو قشنگ متوجه شین. قشنگ شلوغ باشه متوجه میشین. خیلی جالبه. هر کی واسه خودش میپیچه، واسه خودش دور میزنه.
یهو مثلا ماشین روبرو میاد میخواد بره دست راست خیابون، نمونه دیدین. میگم باز خلوته، شما یهو میبینید 3-4 تا ماشین هست، نمیدونی خودت کدومبری داشتی میرفتی کدومبری میای. این خیابون رو حتما احتیاط کنید، واقعا توصیه میکنم. هیچ کدوم هم تقریبا راهنما نیست. یارو دور میزنه اینجا جلوت، مثلا نه این فاصله با پای ماشین جلویی پاریسان اگه اشتباه نکنم باشه، یهو همینجا یه دوری میزنه برات. هر لحظه منتظر یه چیز جالب باید باشه. خیابونش هم متوجه نشدم بهتون بگم، منم رانندگی میکنم گوشی دستم نمیگیرم. تابلوی میدون میشه فهمید بهتون میگم. این میدونی که الان جلوی ماست، ماشین اگه بذاره ما ببینیم، این میدون اصلی شهره. میدون اصلی شهر معمولا همون اسم امام خمینی. بریم ببینیم شما. میدان ولیعصر، اسم این میدون ولیعصر. گفتم شهر مذهبیه، معمولا اسمها همین هلوش باید بچرخه. این میدون رو دور بزنیم. این سمت راستی که داره میره الان میره به سمت قلعه‌رودخان. ماسوله هم از همون سمت میرن اشتباه نکنم. ماسوله رو اینجا اسم نداره، خیابون گوزن شمالی. چون برف زیاد نزده داخل شهرها، چرا برف زده باهاشون؟ رشت یه خورده بیشتر زده بود. حتی زدن و زده، مزاق که ننشسته. بولوار میبینین برف داره. برف میزنه ریزه. خیابوناشون چرا تابلو نداره واسه اسم؟ نمیشه جعفری بوینی. چون دور میزنه. خلوته به خاطر تعطیلی. چه آتش نشانی بود، من دقت نکردم. سمت چپ ما آتش نشانی فومن بود. کیومرث فومنی گلاغا، به خدا بیامرزه. مجله گلاغا، کاریکاتوریست بودن، طرز پرداز. روشون شد. اسم این بولوار کیومرث صابریه، معروف به گلاغا. چون از این ور تابلو نداره، من در تعجبم. سمت راستمون که میره به رشت، دست راست ما مستقیم میریم ببینیم.
اصلا نگاه نکرد. خیابان شهدا نوشته. اسم این خیابان شهداه. این دور برگردون اگه تابلو میبینین دست چپ برمیگرده نوشته ماسوله و قلعه‌رودخان. یه بازارچه همه روزه است. همین مثلا میچرخیدیم الان برمیگردیم. بازار ماهی، مرغ، گوشت، سبزیجات، میوه و تره بار اینا داره. الان برمیگردیم به آسان. بهار اینجا خیلی قشنگه به خاطر این درخت‌ها. به خاطر توریستی بودنش فومن خب همه میشناسن. حالا من تقریبا هر شهر رفتم یه کلوچه فومن هم اونجا بود. درسته مزه کلوچه اینجا رو نمیده ولی خب به هر حال شمایلی از کلوچه فومن به آدم میده. خدایش میگم حتی تو رشتم شاید یکی دو تا خوشمزگی خود کلوچه‌های اینجا بزنن. یهشون یه جوری سری خشک میشه، مثلا گردو نیست، یه جوریه کلوچه‌های اینجا. یعنی هر چیزی باید تو شهر خودش بخوریم. و اینم سرد. برمیگردیم به سمت شهر. میخوام بریم جاده به سمت ماسوله رو هم بگیم. جاده ماسوله بسته است، وگرنه میرم براتون فیلم میگیرم. هم بسته است هم زنجیر چرخ ندارم. چای فومنات معروفه. یادم رفت بگم فومنات چایشون واقعا معروف، چایای خوبی دارن. جاده ماسوله بدونه باغ است بهش میگن تی باغ، تی هم چایی. مزه چای کافه هم درست کردن، خیلی اینجا قشنگه. یه خورده شلوغ است، یه خورده گرون هم هست، ولی خب سرچ کنین تو گوگل میاد، یا تو اینستاگرام، همین یوتیوب. من فرصت نشد، حتما میرم اونجا یه ولاگ میگیرم. این مزرعه چای همه میرم برای عکس گرفتن. بالا صبونه، عصرونه اینا سرو میشه. یه خونه سنتی گیلانیه که با چوب کامل ساخته شده. چیز قشنگی واقعا. دو سه تا از ولاگ های معروف کانال ما که دو سه تا تو پاپیولار برین همه مربوط به شهر فومنه. بازارچه قلعه‌رودخان، اونم تو بارون، گردش تو قلعه‌رودخان، گردش تو ماسوله. تو شب هم ولاگ گرفتیم، ماسوله گردی در شب. تو تعطیلات هم گرفتیم. ما گردش تو شهر فومن ما هم جزء اگه این بازارچه باز باشه براتون قدم زدنش ولاگ میگیرم. اگه باز نباشه که تقریبا تو همین جاده ما با ولاگ رو تموم. به
نظر میاد باز. یکم جاده رو میگیرم برمیگردم براتون توی برف از اینجا هم فیلم میگیرم. تقریبا هست. بنده خدای زحمتکش تو برف هم حتی دارن جارو میکنن. این سه‌شنبه بازار از این دست راست میرن. اگه مثلا خواستیم برین تو گوگل هم بزنین پیدا میکنه بهترین راه، ولی من از این ور رفتم. اونجا جای دیگه هم راه داره 100%. اینجا یه خورده ترافیکه، غیر تعطیل تونستین از اون ور برید. من دوبار رفتم از همین ور رفتم چون دیگه یاد گرفته بودم. میگم معمولا رانندگی دارم میکنم گوشی دستم نمیگیرم، خب سخته دیگه. مثلا مستقیم زده ما قلعه رودخان، دست راست زده ماسوله، سمت چپ هم زده بازار. من بازار منظورش نمیدونم. این جاده ماسوله است. گاب وسط خیابون. برای زیاد برف ننشسته. تو بلوار نمیدین جاده خیابون کامل بدون برف. بوستان مفاخر. ما این ولاگ و رانندگی رو اینجا تموم میکنیم، میریم داخل شهر یه دوری قدمی میزنیم تو برف. امیدوارم که از همین رانندگی خوشتون اومده باشه. برف و بارون میزنیم، تقریبا برف نمیزنیم. لا نتنس ميزانه وكلنا عند مين خذهم الصن دیلانیا معتقدن که هوای بارونی باید پسندون بخوری با تارو میشه. اصلا آجاز پنیر سیامزیه. خسته نباشه. پنیر کیلو چنده؟ ايه حسن نسيري لي نسيري ورد
منصور خورده حسن زید دکان بده مال سفید اما حسن نباید تو دوستانی که میپرسن قیمت چرا نمیپرسید حویل برید اصلا سفید جوری دیدید کنم کپی رایت نخوریم اصلا نباشه شکرم همون
خودتون ماشین دارید. مجسمه آناهیتا اشتباه نکنم. رفت یکم شدیدتر شد. خسته نباشید. سیامتکی کیلو چنده؟ 350. اون قاویه یا هم کلا گفتم 350. 200 پنیره که پنیر دستتون نمه. خسته نباشید.